به شما رفقا و همسفرهای همیشگی خودم، روز و شب همگی به خیر و شادی. آقا دیروز تو کارناوال استاندیس خورا کلی سوژه واسه موشکاف وجود داشت. اولش رأس مجلسی لاریجانی ها رفت پشت تریبون تا یه سقلمه ای به علی گدا بزنه و یه نونی به شیخ پری قرض بده. موضوع صحبتم طبق معمول هسته‌ای بود. اصل این دانش هسته‌ای از دانش‌های پیشرو برای ماست. طی این 3 دهه اخیر با جدیت ملت و با رهبری امام خامنه‌ای دوستان نکته موشکافانه رو گرفتید؟ دیدید واسه گفتن امام خامنه‌ای چه منمنی میکرد؟ یعنی با همین سوتی نشون داد که لاستیک ولایت مداریش حسابی پنچر شده. حالا ببینید بعد از این سوتی تابلو چجوری زیرا به حرفای علی گدا رو میزنه. از حدود 3 سال پیش از طریق یکی از رؤسای کشورهای منطقه آمریکایی‌ها پیگیر بودن مذاکره‌ای برای حل و فصل اون داشته باشن. مقام معظم رهبری همون گونه که فرمودن، با اینکه در نیت اونها تردید داشتن اما برای اتمام حجت موافقت کردن. این تیکه رو با دنده یک اومد، یعنی یه فضایی از شروع کله پا شدن عظما تو باطلاق مذاکرات داد. اما از اینجا به بعد بود که لنگ و لگدا شروع شد. کسانی بودند و هستند که فکر می‌کردند دشمنان علیه ایران قطعنامه صادر کنند، ما هم می‌ایستیم و این کفایت می‌کند. ایستادگی در مقابل اقدامات دشمن لازم هست اما کافی نیست. منظورش از کسانی بودن خود علی گدا با انترش و نوچه های عربده کش باند خامنه است. میگه فکر میکردن با وقوق و داد و قال میشه قضیه رو ماسمالی کرد، اما نشد. آنچه موجب شد رهبری معظم با دقت موضوع مذاکرات رو مراقبت کنند مخالفت با اصل گفتگو نبود، بلکه نیرنگ بازی آمریکایی ها بود که البته برخی در گذشته این امر رو درست فهم نمی کردن. در اون مقطع آقای دکتر صالحی به عنوان وزیر خارجه با همه کارشکنی هایی که مواجه بودن تلاش کردن، زحمت کشیدن و مراحلی از کار رو پیش بردن. اما در دولت جدید این کار با جدیت و پشتکار قوی دنبال شد. رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده زحمت زیادی کشیدن تا این کار به سامان برسه. آها، اینجا همونجاست که زیرا به حرفای علی گدا کامل زده میشه. آخه عظما تو سخنرانی آخرش گفت مذاکرات از من شروع شد تا یه جورایی کوسه رو خلصلا کنه. اما حالا این لاریجانی جانی که مدتی رفته تو کار همدستی با کوسه میگه اصل کار رو شیخ پری و باند کوسه کرده. یعنی علی گدا یه کشکی واسه خودش سابیده. بعد از اون بود که علی گدا خرچنگشو فرستاد وسط واسه قیچی کاری. ایران تنها یک پیام در مذاکرات هسته‌ای دارد، پیامی که مقام معظم رهبری دارند، مسئولان محترم 3 قوه برش تأکید دارند، متفقند، عموم ملت این پیام را دارند. اون پیام این است: توافق خوب آری، توافق بد هرگز. این وحدت ستودنی است. قربون عمه جانت بری با این وحدت ستودنیت. همین الان لاریجانی یه چشمه از همین وحدت ستودنی رو نشون داد. تو هم به جای این تعارف‌های دوغکی برو سراغ مثالای واقعی این وحدت ستودنی ببینیم چی تو چنته داری. نصیحت میکنم برخی از صاحبان قلم، برخی از صاحبان سایت ها را که با 2 قطبی نشان دادن جامعه تو میدان دشمن بازی نکنید. دشمن نمیخواد این جامعه رو در این عرصه متحد ببینه. یکی می نویسد کاسبان تحریم، یکی می نویسد کاسبان صلح. الی این تذهبون؟ الان دیگه نباید بگی الی این تذهبون. الان با توجه به مذاکرات و این حرفا باید بگی where do you go؟
ضمن این که اونی که گفت کاسب تحریم نه صاحب قلم بود نه صاحب سایت، رئیس جمهور جابه‌جهی نظامتون بود. وحدت ستودنی رو داشته باش که همینجوری قلوب قلوب داره میزنه بالا. اصلا این حرفا رو ول کن، بگو ببینم تو دوران پسا مذاکرات چی کار میخوای بکنی؟ و سومین مطلب در این عرصه این است اگر در این توافق خوب حاصل شد، طبیعی است بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل میشه. به نظر محققان زیر 50% مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و به فضل خداوند دولت محترم و مردم ما با سیاست اقتصاد مقاومتی کشور خودشون را خواهند ساخت. یعنی هلو ادخل فی گلو ها؟ سر کیو میخوای شیره به مالی حاجی خرچنگ؟ اگه با زهرخوری 50% مشکلات علی گدا حل شده بود که تا حالا جامو تا ته سر کشیده بود. زهرخوری تازه اول بدبختیه. خب حالا اگه توافق نشد چی؟ و اگر توافق حاصل نشد دنیا به آخر نرسیده. 36 سال است ما تحریمیم، 36 سال است به فضل خدا ایستاده ایم با 3 فرهنگ در مقابل دنیای استکبار می ایستیم. فرهنگ اول فرهنگ خستگی ناپذیری، تسلیم ناپذیری. ما خسته نمیشیم ولی به فضل خدا دشمن را خسته خواهیم کرد. چه غلط ها، میگه خسته نمیشیم ولی خسته میکنیم. یعنی شعار دزدی اونم تو روز روشن دیگه نوبره والا. اونم شعار دزدی از دشمنای نظام. بابا این یکی دیگه خیلی تابلو بود. اگه میخواستی بدزدی میذاشتی یه وقتی میدزدیدی که زیاد آنتنی نشده باشه، نه حالا که 3 سال ترانش هم درست شده. خسته کن خسته نشو. بله این آخر عاقبت نظام خسته ایه که حسابی زوارش در رفته و حالا تو مرحله پیش لرزه های مذاکرات داره دست و پا میزنه. علی گدا تو این اوضاع و احوال خسته تر از اونه که بتونه کسی رو خسته کنه. درد علی گدا درد سرنگونیه. این درد با توافق، بدون توافق درمون نمیشه.